واقعا دیوسی هست وقتی که حکومتداران تاجیکستان دخترهای تاجیک را، خواهران و دختران ملت را میارن در با لباسهای مخصوص میپوشانن برای پیشواز گرفتن بعضی از کسانی که مهمانهایشون مثلا میخوان با همین کار دل آنها را شاد کنن با تقدیم زنها و خواهرها و دختران تاجیک. این یک نمود دیوسی است. واقعا از این بالاتر دیگر دیوسی نمیشود. اگر بسیار هم میخواهید که اون مهمان عزیزتان را که از او چی میخواهید، نمیدونم تیر و تفنگ میخواهید، پول میخواهید، با یک پیشنهاد کردن یک زن خرسند کنید، زن و دختر خودتون رو برید. چیکار دارید با زنی مردم، با دختری مردم، با بانوان دیگران؟ که ببینیم آیا دلتون میخواد که با مرد بیگانه زنی خود را، دختری خود را، خواهر خود را پیشنهاد کنید و اونم در هوای سرد بیاره دخترای مردم را